بله آدم تصادف کنه کلی میره. شما چطوره؟ سلام و عرض ادب. سلام، داریم میریم برای ویدیو آهنگ ماه و خورشید، یکی از بهترین کارهای آهنگی که من توی این چند سال خوندم و با افتخار بخشش دارم میکنم. امروز داریم میریم سر ضبط فیلمبرداریش، اما قبلش داریم میریم برای فیلمبرداری آهنگ انرژی. آهنگ آبان عزیز، یه موزیک خیلی باحال، سبک R&B. آهنگ چند ماهی هست ازش گذشته از تولیدش، ولی همچنان قشنگه. چند ساعت کلا گذشته؟ آره، تو مثل اعصاب کف می‌ریزه. خیلی خوشحالم چون مدت‌ها بود که تعریف آهنگ رو ما پخش کنیم، این آهنگ رو بدیم بیرون، ولی هر بار که تلاش می‌کردیم اتفاق بیفته بخاطر شرایط مختلف نمی‌شد. شیشم قدیمه بالا از صدا قد چه صدا بهتره. ببین بچه‌ها، ما دو تا بیا جا علی مدد ایران دو تا حالت داریم، یا شما صدا رو سعی کنید تحمل کنید، یا این شیشه کجی به من رو تحمل کنید. این دو حالت رو داره. شیشه رو بدن پایین، صدا ما ممکن ضعیف‌تر بشنوید، بدن بالا کثیفی شیشه رو تحمل کنید. اصلا خواه درست شیشه تمیز مال مردمان عادیه. حالا آبان خاطرهای خوب دارم. ما اینو بهمن ما توی تهران سر اجراش کردیم با قلم خانم مهناز سفری، شاعر و ترانه‌سرای خیلی خیلی خوب و دوست داشتنی خودم که افتخار اینو دارم که باهاشون کارهای متداولی رو و متوالی رو انجام بدم. خیلی خوب کار می‌کنیم با هم دیگه و تیمشون. ایشون قلمشون تو این کار خیلی به من انرژی خوبی داده، قوت قلب داده و ما بهمن برای رونمایی از کتاب وقتی که خورشید غروب میکنه، وقتی خورشید غروب میکنه‌شون رونمایی داشتیم از ترک ماه و خورشید. بهمن 402 توی تهران سر اجرا شد. آهنگش هم امروز 28 مهر ماه 403، یعنی قشنگ روز تولد من داریم میریم ویدیو کلیپشو ببینیم. اینم مبارکه. مبارکه. خیلی مخلصیم. این باز این قضیه جذاب‌تر کرده برای من از هر نظر که بگیم. من از بعد جلو نگاه کنم تو باقالیات هست. نه اوکی. تو حس تو از آهنگ انرژی بگو چه حسی داری بعد از چندین و چند ساعت بری میری بالاخره تو ویدیو کلیپ آهنگ تو بگیری یا تیزرشو؟ من والا زمانی که کارو بستیم من یه طفل ناچیز بودم. واقعا خیلی وقت گذشته، حداقل 3 سال گذشته موزیک ما، ولی جالب تنظیم کار بیات نشده و میکس و مسترش همچنان خیلی قوی بود. تنظیم میکس مستر خیلی قوی بود. خودم خدایی خیلی دوست دارم. کار قشنگی شده. اصلا خدایی هم ما تعریف اراغ‌آمیز نمی‌کنیم، مثلا این وای داداش ترکت بمب شده، ترکت میتره کنه، یه گل بهار نمیشه، ولی این هم کار قشنگیه. ما میتونیم واسه پاییز که فصل خیلی عاشقانه و خوبه داشته باشیم. آره اگه اون یه دونه پلزین پرواز باشه خیلی خوبه. اگر اون گل استاد احمدیون باشه خیلی چند شب پیش استوری گرفتم استاد من دیدی یا نه؟ 10 دقیقه آهنگ 2 دقیقه صدام خوب شد، این کامپیوتر یا ارور میداد یا صفحش خاموش شد کلا یا نفت سیستم هم تموم شد. من آدرس لوکیشن بعدی رو بزنم که میخوایم بریم دیر نشه. تقریبا نزدیک مقصدیم، بریم که داشته باشیم. برو بریم. خب سلام علیکم. وسیله ها رو بار زدیم تو جایی که واقعا نباید. دوستان تشریف بردن. آقا سلام. نه آقا اختیار
ولاگ خاموش نکنی ولاگ کاشونه ماشاءالله. ولاگ یوتیوبه ماشاءالله. کلیپ آبادونه ماشاءالله. میخواستم کارمانت بیارم برات فرید. چی گفتی؟ فوش داد. کارمان چی؟ کنده هاش مثلا روی کاپوت ماشین. بیرون از بیرون رو ماشین فیکسش میکنی با اونجا هم میرسیم. خیلی خوبه که اونو نگه داشتم. یک پروژه دیگه است. بابا تو عجب آدمی هستی. پروژه رو جیره بندی میکنه. دست که این زده 37 دقیقه. من فکر میکنم کمتر راه باشه ولی خب این داره اینو نشون میده. با هم میرفتیم سرویس باید دور بزنم. نه برو. چجوری دست راست برم؟ راه نداره به راست. تو کجا میخوای بریم؟ ببین خاوران یه نشونه است. خاوران که صرفا خاوران نیستش که جای جنوب دور برگردون بازاریابان به سمت شمال سمت راست خروج گلحصار خاوران. آزادی به سمت دورایی شازند. خب بلاگو ادامه میدیم. میگفتی من رو گرفتم که دیگه چیزی بفرما. برو کمک کنم. ولی خب جاهای این شکلیشو پرت میکنی. پرت نکنی یا پرت نه کنی؟ پرت میشه. پرت یکی پس امیر خان وسایلا رو نیوردی. امیر هر دفعه که ما یه ویدیویی میگیریم میگه من میخواستم فلان چیزم بیارم ولی اونو میذارم واسه دفعه بعد. کی به انتهای لبه تکنولوژی ما میرسیم من نمیدونم. مثلا یه روزی بشه که ببین دیگه چیزی ندارم رو کنم دیگه. تهش همینی بود که تو ویدیو قبلی آوردم. والا آخر نداره. بازم یه بدیه بگم اصلا میگن آب نبات نمیخوای بدونم بخوری. بخوام اینا میگم یه تیزر بیا کار کنیم. وسواس انگیز هم هست. همیشه تو مخی برامون ایجاد این قسمت لبه تکنولوژی. دوستمون چقدر کم حرف معرفیش کنیم. علی ستونم. موین دقیقا چپمه. سمت چپمه. دلیل نمیشه چون موین پیر شده. چپمه قشنگی نیست. من از شمرون و جیهون و راست را میدم. پشتم گرم انگار رو آسفالت خوابیدم. چون اومدم تو شهر ولی ندیدم رد تو و نبینم حرف مفت بزنی چون رو میکنم سریعا دستتون. نه تصرات میدیم بیا خواستگاری تنقلات میدیم. همین قشنگ کافیه. میتینگ باشه پسر. میتینگ باشه. نه که بلد نیستیم فقط اون به درد. نه که بد باشم نه این فکر بقیه است. همه فکر میکنن آدم خوبه شکل پریه است. تو ولاگ یاوه‌گویی امتیاز دارن. آره خیلی خوبه. نفهمیدم چی گفت فقط تایید کردم. فقط آره من قبول دارم ولی بقیه اطاعت فرمانده. کندوان مناطق محروم. اینا چیز سیکرته؟ نه اینا حذف میشه. قول دادی آره بابا. تو لوری میزه. استاد از دستم در رفت. من نمیخواستم نمیدونم چرا ناموسم خورده. 5 دقیقه 5 دقیقه تا مقصد. امیدوار بودم که این اتفاق بیفته ولی متاسفانه نه تا نواب. دیگه چه خبر؟ سلامت. از احساسات بگو که داری میری سر چیز دارم امروز. هیچ احساسی آشنا نبودم. من هیچ احساسی ندارم. آره نه اطلاع داری نه احساسی. چه احساسی داری؟ هیچ. این همه آدم رو داریم میبریم برای چیزه آقا میگه هیچ احساسی ندارم. دست دارم فقط این که باعث افتخاره. خیلی ممنون. حس نداره. به من مسعود آقا رو با شک و لغت و خواهش و تمنا آوردیمش تیزر بگیره بعد بگیم چه احساسی داری آوردیم تیزر بگیره. حالا تیزر نگرفتم. من 20 سالم بود تو موبایلم نمیتونستم فیلم از خودم بگیرم به خاطر نبود تکنولوژی. تو 20 سالگی داری تیزر میبینی چی هستن.
اسم بزرگراه تندگویانه تند حرف بزنم فلورایم دنبال من قوی. نپولیس دنبال فن تو نیست تند میگه یه دقیقه اینجا کارت دارم وقتی که تو قبر رفتن نمیری مثل مرده به خواب مطلب رو بگم اگه تو فردا لوکیشن رو بفرست مثلا میگه آقا پروتز فلان به ما اینا رو حاضر کن بده تیپاکس و من سرعت رو میذارم روی 2 مثلا ماشین باله یه نفر رو میذارم تو پاکت میرم میره شهرستان پروتز مو پروتز آبان آرایشگر حرفه‌ای هم چکر علی چیه همین البته علی هم هست دیگه علیه سبزیاشو بردارم اینجا اومدیم اتاق فرار اینجا بود همین در قهوه‌ایه طرف یه دونه کلیپ داد بیرون تو بانک اداره است نمیدونم کجاست یهو میاد به کارمنده یه کلیپ اینجوری میگیره میگه دیدی چی شد صندلی هم من گرفت از این لهجه‌های کجا بگم به کسی برنخوره شهر خودمون برسونی خودتو میمونم بیدار خب دل تنگم تو دیوونه رو میخوام هر چقدرم سرد باشه نگات منو که میبینی میشه قند تو دلت آره لبخنده زده یه چک به قلبم تو خجالتی میشی یهو من میخندم تو دیوونه یه رگ دستمی من دیوونه یه عطر تلخم من دوست دارم انرژی و وقتی که صرفم میکنی من دوست دارم همه غم و غصه تو به خودم میخوری من دوست دارم تو که دل پاک تو هم دم قلبم میکنی من دوست دارم عوضی نمیتونی ازم ببری من دوست دارم انرژی و وقتی که صرفم میکنی من دوست دارم همه غم و غصه تو به خودم میخوری من دوست دارم تو که دل پاک تو هم دم قلبم میکنی من دوست دارم عوضی نمیتونی ازم ببری